سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی آموزشی فوق‌العاده ویژه، یعنی اسپیشیال ترین آموزشی که من گذاشتم، چون من ویدیوی آموزشی بسیار کمی گذاشتم. این از همه‌شون ویژه تره و این شما و این آموزش دایموند فار. مواد مورد نیاز: بلاک دایموند 5 تا، بلاک هولدینگ بلاک یعنی هر بلاکی میتونه باشه 5 تا، اسلایم بلاک و هانی بلاک هر کدوم 5 تا، استیکی پیستونم 6 تا، ریپیترم یه 5 تا تقریبا، ابزرور 11 تا و یه دونه هم اهرم. حالا این مقدارهایی که من میگم برای این اندازه‌ایه که من میخوام درست کنم. شما میتونید مثلا یه اندازه 2 برابر این، 3 برابر این یا کوچیک‌تر از این درست کنید، ولی پیشنهاد میکنم دیگه زیر 5 تا درست نکنید. خیلی خوب، بریم سراغ استارت آموزش. خب اول 5 تا ابزرور رو به این صورت میذاریم، بعدش میایم پشت ابزرورها اینجا که صورتشه و 5 تا هم به این صورت میذاریم. پس فلشاشو دقت کنید، اینا رو به بالا هن و این هم رو به این طرف. اینجا باید بیاین این رو وایسین و این ریپیتراتون رو بذارین و هر کدوم هم یک دور فعال کنید. حالا وقت چیه؟ گذاشتن استیکی پیستونا. استیکی پیستوناتون رو به این صورت میذارین و ابسیدین هم راستی میخوایم، من یادم رفت بگم ابسیدین هم میخوام. حالا نمیدونم چرا ابسیدین، ولی تو اون ویدیو آموزشی که من از این دیدم تو یوتیوب یارو ابسیدین میذاشت، پس شما هم ابسیدین بذارین. ابسیدین به این صورت. بعدش به صورت یک در میون اسلایم بلاک و هانی بلاک بزنیم به این صورت. یه دونه اسلایم، یه دونه هانی، یه دونه اسلایم، یه نالی هانی و یه دونه اسلایم. حالا این بلاکاتون هم هر بلاکی میتونه باشه، اینجا میذارین و تمومه. حالا هم 5 تا دونه آیرون بلاکتون رو میذارین روش. حالا چطور این فرم رو روشن کنیم؟ صبر کنید الان بهتون میگم. کافیه که شما یه دونه ابزرور به این صورت بذارین که صورتش بیاد روبروی این صورت و یه نه استیکی پیستون به این صورت بذارین که وصل بشه به این و این فرم شروع میکنه به کار کردن و هی براتون دایموند بلاک تولید میکنه. شما هر چیزی میتونین روی این بذارین، میتونین سنگ بذارین براتون زیاد میکنه، میتونین چوب بذارین براتون زیاد میشه، هر چیزی بخواین براتون درست میکنه این. و میبینین که الان بله میبینیم که خب بد نیست. الان یک دو سه 4 تا تقریبا تو یه دقیقه 4 تا دونه تولید کرد و خب به طرف هست دیگه، چون چیز خیلی زیادی نمیخواد. همه وسایلی که ما تو این فرم استفاده کردیم راحت پیدا میشن، چیز پیچیده ای نیست و راحت هم میشه ساختش 2 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، 1 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. یعنی به نظر من ساده ترین فرمیه که من تا حالا دیدم و بهترین فرمیه که تا حالا دیدم. فوق العاده است این فرم. شما میتونید همچین فرمی بسازین و بی نهایت دایموند داشته باشید. امیدوارم از این ویدیوی کوتاه ولی بسیار مفید لذت برده باشید. لایک و نظر و سابسکرایب فراموش نشه اگه هنوزم دارید تو آپارات میبینین. خب لینک یوتیوب تو توضیحات هست، خیلی بهتره که برین از اونجا ویدیوهای منو ببینین. بله تو یوتیوب هم با همین اسم ACI Games داریم کار میکنیم. دمتون گرم، خداحافظ.